برش در یک شر قائل می باشه او قدر سنگین می باشه که اگر مردم در فضای حقیقی با او روبروی میشه برش احترام میکنه که امید جان اشتوتگارت آمد. حالا تو پدر لعنت بیناموس خود در فرانکفورت بیارم مردم در سر تف میکنه. اونو بچه را میشناسی کیست؟ بازوی کتا کتا گردن خود کتا کتا کده اما غیرت صفر. چرا؟ عکس زن مردم بلند میکنه. و جای تاسف ده چیست؟ اینا ای کار میکنه به جای ازی که بعد از او پشیمان شون یک معذرت خواهی بکنن با افتخار در صفحات اجتماعی میاین میگه ما هم چه یک کار کردیم عکس خواهر فلانی را پیدا کردیم او وطندار پی جی آر. این افتخار ما در کجا ببرم؟ روس احمد شاه مسعود شکست داد تیک تاک ما فتح کردیم چی نوه با بلند کردن تصاویر مردم در صفحات اجتماعی با بلند کردن تصویر زن خواهر کودک مادر. خدا شاهد است که ما اینا را دیدیم طفل 8 ساله را تصویرش در لایف خود گذاشتن. طفل معصوم پاکی که اصلا از هیچ چیز آگاهی نداره. اینمی انسانای رزیل پست مثل مافوز مثل امید مثل منگل مثل نمیفهم چندان لچک لندغر دیگهش است. اینا تصاویر شما که میایین در تیک تاک گپ از غیرت میزنین با جای شما من زیر ورق میشم با والله قسم من میشرمم. میگم او برادر که از این مردم دشمنی بکنی در یک جای امرایشان بری در فضای حقیقی امی 4 نفر تو لعنت میکنید میگه او عمر امرای امی چند رفیقت که در فرانکفورت هستی در شهرت هستی کدام مرد دیگر پیدا نمیشد که در مقابل از اینا استاد میشدی که در مقابل 4 تا بیناموس استاد شدی. ما از امی برادر امید اشتوتگارت که در اشتوتگارت زندگی میکنه امی برادرت اگر بگویم سنش خورد است نیست اگر بگویم انسان کم عقل است نیست تولدش در آلمان شده فامیل داره پدرش تا جایی که من معلومات کردیم یک پدر خوب است. او برادر عزیز امی پدر عزیز که بجای برادر ما باشه بجای یک بزرگوار باشه که برشان احترام بکنم. شما به می بچه هایتان که از تصاویر ناموس مردم با عزت مردم با آبروی مردم بازی میکنن شیر دادین. شما مثل که برادرم در مقابل می عمر سباون در لایفا استادگی کرد گفت سباون در راه اشتباه روان است و 1000 بار فامیل ما در واتساپ با ما به تماس شد که سباون همچو کارهایی را که در صفحات اجتماعی میکنی با وجود که از ناموس تصاویر مردم استفاده نمیکنی بازم رایت اشتباه است. آیا شماها در خانه تان خواهر مادر برادر کاکا خسر خیش قومی وجود داره که یک بار به تماس شوه بگوی او خدا لعنتت کنه با این کتگی من تو را خرس واره کته کردم به می روزی که تو در تیک تاک آبرو و عزت مرا ببری. امی امید اشتوتگارت اگر پدرش در یک جای با کاکایش با مامایش با بزرگا و فامیلش در یک مجلس نشسته باشه با کدام روی طرف از اونا نگاه میکنه که بچهش تصویر ناموس مردم در تیک تاک نشر میکنه؟ برادر محفوظ یک بچه خوب است. امی تو آیا با عیس برادر یک روز دین برادری را بالایت ادا کردی با امی شخص صحبت کردی که انسان پست هر ران کاری که میکنی دست به همچو عمال نزن باز از ما گله میکنین؟ پنشیر ستیز در صفحات اجتماعی بسیار زیاد شده. پنشیر ستیز پنشیر چی داره که قدر مردم در مقابل پنشیر هیچ چیز نداره. وطن دار خفه هم نشی. مردم تاجیک برتان احترام داشت به شهید احمد شاه مسعودتان احترام میکرد به بزرگایت احترام میکرد هموطن میدانستید. اما زمانی که شما دست به اعمال بیناموسی زدین تاجیکای خودتان ایره باعث شرم و ننگ خود دانستند که با شما در یک جاده و مسیر راه برن قدم بگذارن. ما 100 دانه بچه پروانی و شمالی والا برتان زنگ بزنم که در پشت پرده چی میگه. ما صدها بچهای اندرابی دمی پایین لایف بکتاش اندرابی از اندراب است امروز به ما زنگ زده که ما در کجای فرانکفورت خود برسانم. امی بچه وجدانش ایجاب میکنه که در یک لایف در رابطه با ناموس کسی صحبت بکنه؟ نه خیر. من امروز بر شما میگم که چرا با آدرس پنشیر با آدرس مردم پنشیر توهین و تحقیر صورت میگیره. امروز مردم ما چون از بطنت هستم نسبتا ولایت همجوارت هستم یک زمان ولسوالی ما بودی ما این صحبت ها را بازم به بار آخر میکنم امیدوار هستم اصلاح شوی. میگه دوست کسی است که بگریاند دشمن کسی است که در حالت بد کار بکنه که تو هنوزم تشویق شوی و خنده کرده بری. هموطن عزیز مردم در لایف به خاطر آبرو به خاطر عزت به خاطر وقار خود نمیان صحبت نمیکنن با آدرس شما. اما این خبر دارین که تاجیکای خودتان 90% در پشت پرده ازتان متنفر است.
این خبر دارین؟ آیا این موضوع را درک کردین که هیچ تاجیک امروز به نام مقاومت دیگه در کنار شما استاد نیست؟ درک کردین؟ 4 سال از طالب در افغانستان حاکم است. شما هم چیق میزنین به نام امیر جوان احمد مسعود، به نام مارشال صاحب اسیب قوای مرکز. آیا ای درک کردی که یک پروانی به خود شرم میدانه که در یک راه امریکا با اسیب قوای مرکز شوه که ویدیوها و صداهایش در صفحات اجتماعی موجود است که چی نوع الفاظ را در مقابل خواهر مادر خود استفاده میکنه. زمانی که من به حیث یک تاجک متوجه میشم که تو به خاطر پیجیار بودن خود و پیجیار بودن از او یک انسان بیننگ بیناموس قهرمان مارشال میگی، من خود طبعا دیگه ایره باید شرم بدانم که در کنار تو استاد شوم. از پشتون گله نکو، از هزاره هم گله نکو، از ازبک هم گله نکو. ایره من باعث یک تاجک میگم که امروز درون مسائل درونی را از عمق قلب درک کردیم که چقدر مردم از شما متنفر شده و همون چند فیصده که خوبم در ولایت تان است اونا هم متاسفانه با تر خشک گد و ود و یک جای شده. خدا شاهد است من سخت براتون میشه و میگم. امروز با یکی از دوستا صحبت کردم در رابطه با پنجشیر، گفتم مردم خوبم هنوز از، گفتم می خوب مدمی بینش ندیدیم. گفت دیگه نکو طرف داری، گفت می خوب ما ندیدیم در بینش در کجاست. در حالی که من 4 نفر انگشت شمار در صفحه تیک تاک میشناسم که انسانای با عزت و با شرف هستند، اما صحبت ما بالای اکثریت است. من یک صحبت میکنم، من به این باور هستم در شرایط امروزی ای که در گذشته ها جهاد چی کرده و چی نکرده ایره کاملا یک طرف میمانیم. در شرایط فعلی اکثریت طالب پشتون است، تمام پشتون طالب نیست. اکثریت پنجشیری لندغر است، تمام پنجشیری لندغر نیست. این دو شعار ما خواهد بود. باز تکرار میکنم، اکثریت پشتون طالب است، تمام پشتون ها طالب نیست. اکثریت لندغر پنجشیری است، تمام پنجشیری ها لندغر نیست. این دو اصل است که امروز حقیقت داره. متاسفانه به حیث یک تاجک من این صحبت براتان میکنم، من میفهم بسیار سرتان بد میخوره، اما لطفاً به خاطر ازی که یک مدت اموال سوالی ما بودی، مربوط ولایت پروان ما میشدی، لطفاً یک بزرگ در بینتان پیدا بکنین، یک 5 جوان نخبه و اهل قلم با لباسکای بسیار منظم، یک چند وقت پکول کج و دستمالای تودادگی و تقلید از طرز لباس پوشیدن احمد شاه مسعود کنار بگذاره، با اینمی قلم خود نر و رستاد شو از پنجشیر دفاع بکنه. من بی غیرت باشم که صفحهش لایک نکنم. من صفحه لایکر و مدیراتورش من می باشم. تو با لباسکای منظم من فلانی خان از آدرس پنجشیر هستم، هر دیدگاه و تفکر و طرز سیاسی و تاریخی و هر آن چیزی را که بیان میکنی کار خودت است، اما لندغری نکو. امروز اونایی که ادعا دارن ما مستقیما با جبهه مقاومت در تماس هستیم، ویدیوهای واتساپی و صحبتایشان با اسیب و فلان نشر میشه، اونا بسیار صحبتای پوچ و گنده و از الفاظ رکیک در صفحات اجتماعی استفاده میکنن. آیا پنجشیر امروز اینقدر یک ولایت خرد و سبک شده که نیازمند به 4 دانه بچه فحاش باشه که اگر بالای ولایتش از آدرس یک تبار و جریان تاخت و تاز شد به خاطر دفاعیه از خود اونمو 4 جوان لچک در خط اول تیک تاکی قرار بده و به یک شکل غیر مستقیم از بلند کردن تصاویر ناموس مردم از او دفاع بکنه، چون او بر علیه همون شخص استادگی کرده که او با قلم میزنه و پنجشیری دیگر راه نداره. این مجبور است همون 5 جوان پنجشیری که از تصاویر ناموس مردم از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا را پیش بکنن. آیا واقعا من سوال میکنم در ولایت پنجشیر هیچ اهل قلم نخبه دیگه باقی نمانده؟ آیا شایعاتی که در گذشته پخش میشد که تمام از اینا لندغر هستند هیچ چیز را نمیفهمن؟ آیا ما واقعا باید به این اصل آیسته آیسته خود را عادت بتیم؟ این سوال است از برادرای پنجشیر. در غیر از او ما 2 سال در صفحات اجتماعی فعالیت کردیم، در طول 2 سال متاسفانه ندیدیم، فعلا متاسفانه نمیبینم. اگر یک چیز بود و نبود به نام احمد مسعود یک تعداد تاجیکا امور دوست داشتن، امورم شما زدین ضرب 0 کردین در صفحات اجتماعی. به مو احمد مسعود نزد تاجیکا دیگه شما هیچ آبرو و عزت نماندین. من نمیفهم که احمد مسعود در پشت پرده به شما این موضوعات دستور میته و یا به یک شکل غیر مستقیم حمایت میکنه، یا که او در کدام راه دیگه روان است، شما در کدام راه دیگه روان هستین. من دلم میسوزه
بجای امی دوستا 2 دفعه که تلفن قطع کردم، دفعه سوم لطفا نزنین زنگ. البته دوستای از خود نبودن، از در شهر که زندگی میکنم. دوستا پیام‌ها را میبینم، یک چند لحظه صحبت دارم. خیرتی از دوستای عزیز اگر در لایف هستین، خیر و خیرت است، از خاطر لمر پرسان میکنین. ما واقعا دوستای عزیز نمیخوایم رشته کلام از دست بتم. اگر بجای ما به آدرس یک شخص دیگه به خواهر، به مادر، به فامیلش توهین تحقیر میشد، تیرا مطمئن باشین که با دشنام جواب شما را میداد. اما من اینقدر ضعیف نیستم که در مقابل حرکت‌های بسیار پیش پا افتاده از آدرس پنشیر رو به دو دشنام توهین تحقیر بیارم. من بسیار ساده میتونم روی مغزتان را برم. من بسیار ساده بدون توهین تحقیر جایتان پچق میکنم که خود اینطوری کنین. تو به من معلوم هستی، من بر تو معلوم هستم. آیا از دقیقه که من لایف خود برگزار کردیم کوچکترین واژه رکیک از زبان ما بیرون شده؟ تو مرا لندغر میگفتی؟ ما اونمون لندغر بودم که در لایف های 3000-4000 نفری از راه مکتب خانه احمد شاه مسعود دفاع میکردم بدون توهین تحقیر. تو با کدام روی در بعضی از لایف ها اشتراک میکنی فلانی خان لندغر بود؟ تو که دیگه مرا لندغر بگی، ما باید دست خود از 3 جای قطع بکنم برادر عزیز. اگر ما بعضی از مواقع بعضی از الفاظ رکیک از زبان ما بیرون شده، به معنای از این نبوده که ما چیزی به گفتن ندارم. و ما در گذشته به این باور بودیم و حالا به این باور هستم. انسانای ضعیف و ناتوان دشنام میتن. اگر یک برادر پنشیری که در فعلا، البته اونایی که فعلا حکومت میکنن در تیک تاک، در وضعیت ما قرار میداشت، اولین کارشانی بود که ناموس مردم تصاویرش پیدا بکنن و دوم لایف برگزار میکردن، خواهرت، مادرت، پدرت، بسته ولایتت، بسته قومت به این شکل صحبت میکردن، چون منطق سواد وجود نداره. ما به می خاطر میگم درک میکنم این موضوع را. زمانی که سواد وجود نداشته باشه، تحلیل وجود نداشته باشه، یک آدم میایه با قلم دمی فرقت زده میره، تو قدر بی سواد هستی که مجبور هستی با دشنام جوابش بدی. و به تو وطندار پنشیری میگم، اگر فردا روز در صفحات اجتماعی با یک جریان درگیر شوی و او جریان کاملا باطل باشه، تو بر حق باشی، بازم با فحاشی های مردم بیننده تو را ملامت میدانن، چون تو فحاشی میکنی. انسان فحاش در هر میدان که پیش شد، او انسان ملامت است. آدم فحاش بر جریان و گروهی که در صفحات اجتماعی و یا روی در روی مواجه شد فحاشی کرد، والله که شخص بر حق هم باشه، او شخص نزد مردم میدان باخت، اون نفر میدان باخت. اگر من امروز باید ببینین امی دشنام را که فرمانده بازارک میته، دلیلش چیست؟ عقل منطق از را نداره که یک جواب مرا بده که حداقل مرا قانع بسازه، مجبور است مرا داودیه. و لطفاً کامنتایش میوت نکنین، ما میخوایم اصلیت از اینا را بر شما واضح و آشکار بسازم که بی سواد هستن. و مرا خنده در این میگیره که نفرک لایف برگزار میکنه، مارشال صاحب اسیب قوای مرکز در کوههای هندوکش است، فلانی خان اوغان در قندار المند پکتیا بی سواد است. به من سوال خلق میشه، ای چی نوع پشتون اوغان است که استدلال منطقش در صفحات اجتماعی از تو کرده 1000 مرتبه بالاتر، طرز بیان نطق بیانش در صفحات اجتماعی از تو کرده 1000 مرتبه بالاتر. تو به زور دو دشنام توهین و تحقیر بلند کردن ناموس مردم 500 بیننده شاید جمع بکنی، اما یک پشتون را که تو بی سواد خطاب میکنی و خودت هم ادعای اهل قلم بودن نخبه بودن میکنی، اونمو تو دشنام میتی، اونمو پشتون بدون از اینکه از الفاظ رکیک استفاده کنه 6000 نفر در لایفش بیننده می باشه. دلیل در چیست؟ آیا بی سواد توستی یا پشتون؟ کی بی سواد است؟ ما باعث یک شخص نه که فعلا در لایف آمدیم صحبت میکنم، باعث یک شخصی که همیشه در پایین لایف ها باعث یک بیننده قضاوت میکنه و ایره مطمئن باشین که اینمی قضاوت در ذهن عمگی است و اینمی طرز و دیدگاه و تفکر دارن. ما تا یک زمان دل می سوختاندم، آمدم نصیحت کردم، آمدم بعضی از صحبت ها را کردم، لایف برگزار کردن که توهین و تحقیر سباون به آدرس مردم پنشیر. ما یکی از صحبتایم در گذشته ای بود، احمد شاه مسعود اینا بسیار دوست دارن، به همگی دوستا معلوم است. 25 سال از شهادت احمد شاه مسعود گذشته، 25 سال دوستای عزیز.
او شخص در گذشته چی کرد، چی عملکرد سیاسی داشت، چی عملکرد نظامی داشت، حالا او را مردم قضاوت میکنه، او را اختیارش به دست مردم میتیم. اما 30 سال از شهادت از او شخص گذشته، من برشان یک مشوره دادم. اجده سنبله را 20 سال جمهوریت. من گفتم اگر تو واقعا احمد شاه مسعود دوست می داشتی، اگر واقعا تو مسعود پرست می بودی، زمان که اجده سنبله برگزار می شد با افتخار پکول مسعود در سر می کردی، دستمال در گردن می پیچوندی، یک جمپر پلنگی هم می پوشیدی، یک 10,000 افغانی را همه تو هزاری و 500 کرده می رفتی پیش هر بچه فقیر. امی دوستای عزیز، امی کسایی که چیز میکنن امی را بلاک و پولیس عزیز، با اونمو پکل، با اونمو استایل احمد شاه مسعودی، با اونمو لباسی که احمد شاه مسعود می پوشید، یک 10,000 افغانی را 500 و هزاری می کردی، می رفتی پیش یک بچگک 5 ساله، پیش یک خانم که غذا به خوردن نداشت. اگر ازت سوال میکرد که کیستی، میگفتی من پنجشیریستم از مکتب خانه احمد شاه مسعود. اونو وقت از پشتون شروع تا ایماق و قزلباش و بیات و سادات و هر ران قومی که در افغانستان بود به تو سلامی میزد. آیا این مشوره ما غلط است؟ من گفتم بجای ازی که در اجده سنبله پکول در سر بگذاری، فیر هوایی بکنی، بینظمی بکنی، پکول در سر بان، استایل احمد شاه مسعود 100% که کیستی، بگم من پنجشیری شورای نظاری فارغ شده مکتب خانه احمد شاه مسعود. اونو وقت میگفتم به پیرت سلام احمد شاه مسعود، به پیرت سلام مکتب خانه احمد شاه مسعود. آیا این صحبت های حقیقت اینقدر باعث رنجش شما میشه؟ اینقدر توهین بزرگ است با آدرس پنجشیر که من یک مشوره دوستانه بر شما آمدم 8 ماه پیش دادم؟ حالا گفتیم همی اجده سنبله و 20 سال جمهوریت خو کاملا گذشت. فعلا در صفات اجتماعی حداقل یک کار بکو که نامت نیک شوه. تو از 20 سال جمهوریت هم بدتر چهره تا امون نقابت دور کردی، امون چهره حقیقی تا بر مردم نشان دادی که امروز هیچ کس جرأت نمیکنه که در کنار تو استاد شوه. هیچ کس امروز جرأت نمیکنه که در یک لایف دفاع از تو بکنه.